سلام. آقا کی میگفت توی این نظام هر موضوعی داغ بشه دیگه درست بشه نیست؟ ببینید این داستان حقوق‌های نجومی قشنگ پروندهش باز شد، بسته شد، هیچ آبی هم از آب تکون نخورد. یادتون باشه همین چند ماه پیش بود که بحث حقوق‌های نجومی با رو شدن چند فیش حقوقی دونه درشت رفت رو اکران. بعد هم سریع همه توی نظام انگشت اتهام رو به سمت همدیگه میگرفتن. ولی بیشتر اتهامات به سمت مدیران دولت بود، به خاطر همینم روحانی رفت زیر ضرب و مثل اینکه تازه از خواب بیدار شده باشه و فهمیده باشه که توی دولتش چه خبره، پرید وسط میدون و گفت آقا ما جلوی اینا وای میستیم. حتما ما وای میستیم. حتما آقای دکتر جهانگیری ادامه میده و دنبال میکنه تا نقطه آخر و حتما ما به مردم گزارش میدیم. وقتم که نقش توتی دولت رو داره و هر چی روحانی میگه رو باید تکرار کنه، اون زمان که خیلی جوگیر شده بود اومد و حتی وعده داد که این مدیرای نجومی از دولت خداحافظی خواهند کرد. نه تنها حمایت نباید بشن در این رابطه، بلکه شاید اون شایستگی و توفیق خدمتگزاری در این دولت رو هم از دست دادن. اینایی که این انقدر شسته رفته میگه توفیق خدمتگزاری رو در این دولت از دست خواهند داد، همونایی هستن که روز اول که پاشون به دولت باز شد با موتورگازی میرفتن سر کار، ولی الان توی این سالیان رسیدن به اسب‌های چند میلیونی که دیگه ازش پایینم نمیاد. آقا فلان شهردار که تو یه زمانی با موتورگازی اومدی تو فلان شهردار شدی، امروز چطور میتونی اسب چند میلیونی داشته باشی؟ امروز تو چطور میتونی زندگی اونجوری آنچنانی داشته باشی؟ جمع ثروت برخی از این مسئولین نظام رو 1000 میلیارد و 2000 میلیارد وقتی عنوان میشه، شما از این آدما چطور میتونید توقع باکری بودن داشته ولی حتی اگر یک زمانی کنار باکری جنگیده باشن؟ پس آقا همه توی این نظام آیدوز رو انداخته بودن، حتی خود خامنه هم اومد گفت که برید برخورد کنید، یعنی جو داده بودن که ما میخوایم با اینا برخورد کنیم. دادستانی همچنان در تعقیب حقوق بگیرای نجومی، افکار عمومی چشم انتظار برخورد قاطع با متخلفان. بیش از 1500 مورد بازرسی کل کشور لیست تهیه کرده. یک تعداد معدودی هم سازمان اطلاعات سپاه فرستاده. خب حالا مثل توپ کاشته همه نفسا تو سینه حبس شده بود که بالاخره چجوری میخوان برخورد کنند، یا به قولی این چاقو بالاخره دسته خودشو میخواد ببره یا نه. تا اینکه هفته پیش انتظار سر اومد و گفتن تموم شد، برخورد کردیم. حالا چجوری برخورد کردن؟ دادگاه؟ شوخی میکنی. زندان؟ نه بابا. شلاق؟ من کسی مدیر بانک رو شلاق میزنه. پس چیکار کردن؟ مذاکره. دونه دونه این افراد فراخوانده شدن، باشون مذاکره شده، یه جلسه، دو جلسه، تک نفری، گروهی، بعضی دستگاه ها رو گروهی دعوت کردیم. شخصا خودم باشون مذاکره کردم که آقا این رقم چی میگه، اون عدد چی میگه، این بند فیش حقوقی چی میگه. بخش عمده ای از جلسات من با بالاترین مقامات این دستگاه بوده، مثل تعدادی از وزرا که عمدتاً زیر مجموعشون این حقوقا دریافت شده بود. برخورد از این نرمتر تا بال دیده بودی؟ حتی با وزیر برخورد میکنن، ولی چجوری؟ باد میزنن، گفتمان میکنن، قضیه تموم میشه. اصلا معلوم نیست برای چی قطعنامه نقض حقوق بشر علیه نظام صادر میشه. بابا اون شلاق و زندان و انگشت و فلان و اینا مال دزدیاییه که با دست انجام میشه، ولی دزدی میلیاردی وقتی صورت میگیره خیلی شیک با کلاس از پشت کامپیوتر، طرف فقط یک عدد 3000 میلیارد تایپ میکنه، بعد پاسخش هم اینقدر شیک داده میشه، اونم بعد پول رو برمیگردونه. سعی میکنیم این پول رو برگردونیم به بیت المال. امروز خدمت مردم عزیزمون عرض میکنم که 98% این پول برگشت. یعنی چقدر؟ عدد دقیقش، عددی که برگشته 228 میلیارد و 502 میلیون و 329148 ریاله. دیدید؟ به همین سادگی ما گفتیم پول رو برگردونید، اونا هم برگردوندن. بندگان خدا نمیدونستن پول اشتباهی رفت تو حسابشون. آقا شما میدونستی اون 2 میلیارد تومان اشتباهی اومد تو حسابتون؟ اشتباهی بوده؟ آره اگه میشه دوباره اونو برگردید به همون جایی که برداشتید. چشم همین الان. این اصلا خلافی صورت نگرفته. همه چیز فقط چند تا صفر اضافی بوده که توی فیشا تایپ شده. وگرنه چه خلافی؟ اگه شما میگید خلاف کی باید تعیین کنه؟ خلاف چقدر خلاف؟ 20 میلیون خلافه، 30 میلیون خلافه، 40 میلیون خلافه؟ کی اینو باید بگه؟ کی الان تا الان گفته؟
این فقط دولت گفته، ولی کسی تا الان نگفته بود. اگه ما میگفتیم 15 میلیون خب میشد بیش از 15 میلیون خلاف. درست. اگه میگفتیم 25 میلیون میشد 25 میلیون خلاف. کسی نگفته. این دولت مجلسی که میگه من گفتم کجا گفته؟ قوه قضاییه که الان میخواد محاکمه کنه چی رو میخواد محاکمه کنه؟ یعنی میگه مشکل این بوده که توی این همه سالیان مشخص نبوده که چقدر حقوق بگیری خلاف محسوب میشه. حقوق دیگه طرف داشته حقوق و پاداش میگرفته، کسی هم نبوده بهش بگه که چقدر بگیر. اونم گفته حالا که فیش زیر دستمونه 2 تا صفرم بیشتر بزنیم ببینیم چی میشه. تخلفی نبوده که. ما کمتر مورد تخلف داشتیم. اکثر مواردی که دریافتای نامتعارف داشتن دریافتشون مستند به آیین‌نامه ها و قوانین و مقرراتی بوده که اون میزان دریافتی رو برای اونها تعیین کرده بود. دیگه اینقدر قضیه رو کوچیک نمایی کردن که حتی احمد خاتمی هم از اون یکی جناح صداش در اومد. حقوقهای نجومی اتفاق افتاده، حالا ما هی مصاحبه کنیم اینا قانونی بوده، از راه کذا بوده؟ مگر هر چیزی که روی کاغذ نوشته شد در هر شرایطی قانون تلقی میشه؟ کسی که حقوق 10 میلیونی گرفته واقعا این لقمه از گلوش فرو میره یا نمیره؟ این کوچک نمایی هم خود دروغ است. ببین چه آش شوری بوده که اینا حتی یک نفر با شعوری معادل احمد خاتمی رو هم نتونستن قانع کنن. آخه این شوی مسخره چیه که پولا رو برگردوندیم و همه چی تموم شد رفت؟ بالاخره این همه سال که داشتن این حقوق‌ها رو میگرفتن، اولا تا الان 1 تومنش هم خرج نکرده بودن، گذاشته بودن تو گاف صندوق تا بهشون گفتن برگردونید برگردوندن. دوما این حقوق‌ها رو بالاخره از یکی دریافت می‌کردن دیگه. اون نفرم احتمالاً کارمند زیر دستشون نبوده، بلکه یکی بالاتر از خودشون بوده. پس اونایی که این فیش‌ها رو مهر و امضا می‌کردن چی شدن این وسط؟ اون مقامات بالاتر چطور اینا رو خبر نداشتن؟ یا خبر داشتن و راضی بودن؟ وقتی هم صدای مردم در میاد تازه حاضر نیستن بپذیرن، حاضر نیستن بگن که یه خلافی شده باید برخورد کرد، توجیه میکنن، میگن قانونیت داره، طبق قانون عمل شده. چطور میشه هم چیزی؟ چه قانونی؟ کدوم قانونیه این قانون؟ این که خودش دبیر شورای نگهبانه که باید همه قوانین رو امضا کنه خبر نداره این چه قانونیه. البته اگه نوبت خودش یا دور و بریاش باشه میدونه کدوم قانونه، ولی اینجا کدوم قانونه؟ تا بوده توی این حکومت برای کارهای خیلی کوچکتر مثل جمع‌آوری امضا یا کشیدن کاریکاتور حبس‌های چند ساله میدادن، ولی به اینا که رسید چی شد؟ قضیه به همین سادگی فیصله پیدا کرد. دیگه من فکر کنم از نظر ما دیگه روشنه دیگه، مگر اینکه بگید نه حالا باید دوره اونا رو بیاریم تو داخل شهر بچرخونیم، بعدش هم مثلا 397 تا چوبه دارم آماده بکنیم. از این صحبتایی که ممکنه بشود. بله، از این صحبتایی که ممکنه بشود اینجا نمیشود. اون صحبت‌ها مال مدیرهای دولت که نیست، مال مردم و مخالفین نظام و ایناست. بابا آخه مردم به خدا این چیزا رو میبینن، باز حداقل برای حفظ ظاهر یکی از اینا رو حتی برکنار هم نکردید. چطور میشه کسی رو به خاطر مثلا به خاطر یه عربده کشی تو خیابون آفتابه دور گردنش میندازن تو خیابون میچرخونن، اونجا کسی نیست بیاد بگه که کرامت انسانی کجا رفت؟ اگر مسئول تو نظام اسلامی تخلف کرد میگفت رسواش بکن. تو تعبیر این هستش که اتفاقا از حقوقی که بقیه زندانیا دارن این زندانی که مسئول بوده نباید بهره مند باشه. یعنی آفتابخوری و هواخوری و آقا برعکس الان لوژ و نمیدونم اتاق ویژه و همه چی براشون فراهم میشه. با معروف که چی با افتخار میگیم فلان آقازاده یا فلان آدم هم ما زندانی کردیم با این امتیازات ویژه. اون وقت شما میگید آقا مسئولین پولشون رو پس دادن. ابتدایی ترین روش برخورد عزل این آدماست. بابا عزلم که نکردید، پول طرفم که همینطوری که روی کاغذ رفت گفتید روی کاغذ برگشت. پس به مردم چی رسید؟ اون چیزی که مردم میبینن اینا دارن هنوز توی همون ویلاهای لواسان زندگی میکنن. ما اگر گزارش‌های مردمی رو فقط بهش اکتفا می‌کردیم که آقا مردم دارن می‌بینن آقا فلان ویلایی که تو مثلا تو لواسان داره بالا میاد مال فلان آقا و آقازاده است مثلا. آفساید. این فلان ویلا و فلان آقازاده داره میره رو اعصاب. بیاید لحظه بریم لواسان ببینیم اونجا چه جور جاییه، بعد این فلان ویلا کدومه و این فلان آقام کیه. افراد متمولی که از تهران و دیگر مناطق در اینجا
زمین‌ها رو خریداری کردن و ویلاهای مجللی برای خودشون ساختن برای ایام خوشگذرانی و تفریحات و روزهای تعطیل. وزرام همشون هستن، بیشترشون همشون تو لواسانه. بله. والا 2-3 تا وزرای ما داخل لواسون هستن. چه بگید چه وزرایی؟ والا یکیشون آقای نعمتزاده هستن، وزیر صنایع اگه اشتباه نکنم. یکیشون هم وزیر مسکن هستن. این خونه وزیره؟ بله. نه بابا. نمیدونم خودش که وزیره ولی خبر ندارم. من نمیفهمم اسمش اصلا. اینه؟ این خونه آشنایی نداره. آره اینجا پلیس هست اینجا. بله، این ویلایی که مشاهده میکنید منزل عباس آخوندی وزیر مسکنه که یک ملتی رو سر مسکن مه بدبخت کرده و بهشون خونه نداده. به خاطر همینم هر جا که میره اینجوری ازش پذیرایی میکنن. حالا همه این بحث جمع و جور کردن مضحک این فیش‌های حقوقی با این سرعت و عجله درست در زمانی داره مطرح میشه که تازه داشت بحث حساب‌های شخصی لاریجانی قوه قضاییه و زمینخواری قالیباف و شهرداری تهران اینا میومد روی میز. چون خودشون هم خوب میدونن که شکاف بین ملت و سران این نظام فقط به خاطر فیش چند تا مدیر نیست. این فرهنگ توی همشون هست. ولی الان تو جامعه صندلی‌ها رو میچینیم یه گوشه، نماز جمعه رو جدا میکنیم، در ورود و در خروج و همه این چیزا رو جدا میکنیم. اولین زاویه انحراف تو جمهوری اسلامی از همین جدا کردن مسئولین از حکومت جدا شد. آقا دیگه بحث ترور و منافقین همین منافقین از بین رفته. این وقتی این امنیت، چطور ما میگیم امنیت که ما تو اینجا داریم هیچ جا نداره. مسئول اشرافی رو هیچ کس ترور نمیکنه. نه اصلا میخوایم متهمشون هم بکنیم که همینا که پشت این نرده میشینن یا صندلی‌های جدا تافته جدا بافته از مسئولی میشن، بین مردم نمیشینن، اشرافیگر هستن. یعنی اصلا این تبدیل به یک فرهنگ شده. البته این دهکپکی هم که اینجا داره بیدنده و ترمز میگازه کاملا حواسش هست که از حد ژست گرفتن فراتر نره و اسم کسی هم نیاره. چون میدونه که اگر باب افشاگری توی نظام باز بشه و کنترل از دستشون خارج بشه، خروجیش چیز دیگه ای میشه. این تازه من فیشای حقوقی به نظر من ظاهر قصه است. پشت فیشای حقوقی رو شما ببینید خیلی بیشتر فاجعه است. نه اینکه روم برگه، یعنی ارقامی که جابجا میشه توی این مدیریت‌ها، توی امتیازاتی که داده میشه، این افشاگری، یعنی اگر این ذیل‌ها با همدیگه مکمل همدیگه نشن، جریان بازرسی ما و جریان دستگاه قضایی ما و جریان مدیریت اجرایی ما و جریان تولید اندیشه ما و جریان افشاگر ما اگر به صورت یک سیستم عمل نکنن، این موتور درست کار نخواهد کرد. خروجیش چیز دیگه خواهد شد. تجربه این مدل خروجی از نوع دیگر رو نظام در سال 88 بعد از اون مناظره‌های ریاست جمهوری خوب تجربه کرد که وقتی افشاگری جناحی از یه حدی بیشتر بشه دیگه ممکنه از اون قضایای امنیتی پیش بیاد و کار بیخ پیدا کنه. اون چی که روشنه اینه که با این نمایش‌های پول پس بده و اینا وضع معیشت مردم تغییری نمی‌کنه و اون فاصله بین ملت و سران نظام هم نمیاد. بنابراین خروجی این قضیه همون چیز دیگه است. اوقات خوش، خدا نگهدار.